روزه یک استای آینه شنان از نزد یک دیوانه میگذشت و به دیوانه گفت: تو چرا اینجا می نشینی تنبلی میکنی؟ دیگر دیوانه ها باشند، رقص کنان، خنده کنان، آینه شکنی میکنند. تو هم بخیز برو، آینه شکنی بکن، شیشه شکنی بکن، تریزه شکنی بکن، تا که برای من کار شود، رزق و روزه من پیدا شود. دیوانه در حال برمیخیزد و دوان به سوی خانه استا می رود. رقص کنان خرسندانه با سنگها تمام تیریزه های استا را می شکست. در این حال استا به خانه خود برمیگردد و این صورت را می بیند. غضبناک می شود و بالای دیوانه مشت کوبی می کند. دیوانه می گوید: ای استا، مگر تو خود نگفتی که برو آینه شکنی بکن، شیشه شکنی بکن، تا که برای تو کار شود؟ استا می گوید: ای دیوانه بی عقل، من به تو گفتم آینه دیگران را بشکن تا که برای من یک کار شود. دیوانه می گوید: ای استا، اگر من آینه دیگران را می شکستم، شاید ایشان دیگر استا را دعوت می کردند و برای تو کار نمی شد. اینجا من آرام هستم که غیر از تو این آینه ها را هیچ کس درست نخواهد کرد.